مراجعتنامه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به ساکنان پایتخت. به تمام ساکنان شهر دوشنبه مراجعت نموده احترامانه دعوت به عمل می آرم که یک دیلانه و فعالانه در تدبیرهای به شهر گلریز تبدیل دادن پایتخت مملکت سهم گذاشته در موسم سبز و خرمگردانی و شینانیدن گل و بوته‌های آرایشی در نزد منزل زیست، باغ‌ها، خیابان‌ها و کنار راهروهای پایتخت گل‌های صدبرگ گوناگون رنگ شینانیده پرورش نمایم. با این اقدام ما نه تنها شهر خود را گلریز و گلپوش می‌گردانیم، بلکه در رشد احساس زیبایی پرستی اهل جامعه و در آبادی و شکوفایی سرزمین اجدادی خود سهم می‌گذاریم و به نسل جوان و نورس مملکت دوست داشتن طبیعت، شهر و دهات، محل زیست و سرزمین خود را می‌آموزانیم. سبز و خرمگردانی، گلزار و شادابکاری، زیبای و آبادسازی محل زیست، صحن حولی و خانه، کوچه و محله و شهر و دهات از عنعنه قدیمی مردم تاجیک به حساب رفته تاریخ بسیار هزار ساله دارد. امروز این عنعنه قدیمی و تاریخی در تاجیکستان تحت هدایت و راهنمایی های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ادامه داده می شود که نمونه عالی آن تلاش و تدبیرهای پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در سمت آبادانی و زیبا و سبز و خرمگردانی پایتخت مملکت شهر دوشنبه می باشد. نهالشینانی و گلشینانی و سبزکاری از قدیم الایام برای تاجیکان رمز زندگی شایسته، خرمی و شادابی به حساب می رود. توصیف و ترنم گل‌های عطرآگین و سبزه‌های مخملین در ادبیات هزار ساله تاجیک مقام ارزنده و سابقه طولانی دارد که گواه ذوق بلند زیبایی پرستی و صنعت والای شهرسازی و شهرداری مردم گلکار و بنیادکار ما می باشد. در بین گل و بوته‌های آرایشی گل صدبرگ مقام شایسته دارد و در طول تاریخ خلق تاجیک همچون رمز زیبایی و حسن و تراوت خاصه پذیرفته شده است. از این جهت موافق مقصد است که در برابر دیگر نهال و بوته‌های آرایشی گل صدبرگ زینت همیشه بهار شهر دوشنبه باشد، زیرا گل زیبای و پرتراوت و بسیار ساله و به اقلیم و آب و هوای خرم شهر ما مناسب و مطابق می باشد. بی‌شبهه دلیل مدنیت بلند شهرداری و احساس ناتکرار زیبایی و زیبایی پرستی خواهد بود اگر هر یک ساکن پایتخت عزیزمان در حولی و گرد و اطراف منزل زیست خود گل صدبرگ همیشه سبز شینانده و پرورش نمایند. در نتیجه دستگیری اقدام رئیس شهر دوشنبه از جانب ما ساکنان پایتخت عزیزمان دوشنبه به شهر شاه گلها صدبرگ نازنین تبدیل یافته، خیابان‌های گلفشان آن با تمام نمودهای گل صدبرگ که در دنیا معمول و مشهور است زیبای و زینت بخش می‌گردد. گلریز و گلپوش گردیدن دوشنبه برحق ارزش و ماهیت تاریخی، فرهنگی و تربیوی داشته. هر گل صدبرگ برای هر ساکن و مهمان پایتخت خصوصا نسل جوان و نورس تاجیکستان مژده آبادی و زیبایی می‌رساند. گل صدبرگ میشینانیم و پرورش مینماییم تا شهر عزیز و دلارای دوشنبه به شهر باز هم زیبای و گلپوش و گلریز و همیشه بهار تبدیل یابد.